در دادگاه ولایت غور در افغانستان یک دختر و یک پسر را با گناه رابطه نامشروع یا زنا به زدن 100 تازیانه محکوم کردند و آنها را در مسحر عام جزا دادند. به گفته دادگاه، احمد و زرمینه دو ساکن ولایت اقرار کردند که با هم روابط نامشروع داشتند که بر اساس قانون‌های شریعت در افغانستان ممنوع است. به زدن 100 تازیانه هر وایتون را به 100 تازیانه شرعی محکوم به مجازات نبودیم که حالا شریعت بالای شما تطبیق می‌گردد. قبول دارید؟ هر دو جوان را روز 31 اوگوست در پیش چشم دادرس‌ها جزا دادند و به گفته مقامات افغانستان این جوانان هنوز هم در بازداشتگاه هستند. حامیان حقوق بارها مقامات افغانستان را برای به کار بردن چنین جزا انتقاد کردند و صحبت برنامه امروز در همین باره است. با همکارم سلطان سرور از رادیوی افغانستانی آزاد. سلطان خوش آمدی و خوش باشین شما و بینندگان عزیز. و این گونه جزا دادن جوانان برای رابطه نامشروع در افغانستان بار اول است صورت میگیرد یا در گذشته هم بود؟ طبعا در گذشته ها هم چنین مجازات صورت گرفته، اما اغلبا از طرف دادگاه های صحرایی و افراد غیر مسئول. اما این اولین بار است که چنین مجازات از سوی محکمه دولتی ولایت غور انجام میپذیره. و خودی واکنش ها به این حادثه چگونه است؟ مردم به این شیوه جزا دادن جوانان را چگونه ارزیابی کردند؟ تا امی لحظات پیشتری که ما به استودیو می آمدم واکنش ها را دیدم در اینترنت. واکنش ها از داخل افغانستان متفاوت است. بعضی ها تایید کردند، مثلا گفتند که افغانستان یک کشور اسلامی است و وقتی کسی به چنین یک جرم اعتراف میکنه باید مجازات شود. اما بعضی ها گفتند که نه، احکام اسلامی مجزا تطبیق نمیشه. مثلا چنین نمیشه که تنها حکم مجازات زنا تطبیق شود در حالی که نظام اسلامی وجود نداره. در حال مثلا احکام دیگری که از او تطبیق نمیشه، کسی زکات نمیده، سهولت ازدواج وجود نداره و فقط امی حکم تطبیق میکنن که مجازات است و حکم زنا و تازیانه زدن است. این یک نظر است. یک نظر دیگه است، گفتن که حکم تطبیق شده، بهتر می بود که در خفا تطبیق میشد، آبروی این جوان و این دختر حفظ میشد. پس در مجموع واکنش های مختلفی داریم. راجع به نگرانی ها از سرنوشت این دختر میتونی بگی که مردم چی میگن؟ آیا بعد از اون که این رها شد از زندان با او چی میشه؟ شاید گزارشی که ما داشتیم این پسر و این دختر هنوز رها نشدند، با اینکه حکم در حقشان تطبیق شده و این بسیار شگفت انگیز است، چون بعض سنت‌های اجتماعی است که امکان داره از بیم و نگرانی آینده آنها اینا فکر میکنم در حبس نگه داشته شدن و این امکان هم هست که هر دو را مجبور بکنن که هر دو ازدواج کنند یا به خاطر این رابطه نامشروعی که داشتن شاید بازم جزا بگیره. اصلا عام در افغانستان همینطور است که اگر دختر با پسر رابطه داشته باشه، خانواده های هر دو طرف با هم می نشینن یا نفر ثالث و سوم و دختر و پسر با هم مجبور می‌سازن که ازدواج کنن. اما من نمی‌فهمم که در مورد غور چطور یک قضیه صورت گرفته و چنین یک مورد تایید محکمه قرار گرفته. خب تشکر. همکارم سلطان سرور از رادیو افغانستانی آزاد با ما صحبت می‌کرد. تشکر سلطان. تشکر از شما هم.